سلام. خیلی از راننده‌ها تو روزهای سرد زمستون حس میکنن ماشینشون مثل همیشه کشش نداره یا دیر به دور موتور میرسه. این مشکل اتفاقی نیست. معمولا دلایل مشخصی داره که بعضی از اونها رو در این ویدیو قصد داریم بهشون بپردازیم. اولین مورد بنزین و سیستم سوخت‌رسانی هست. در فصل سرما سوخت دیرتر بخار میشه و ترکیب هوا و سوخت کامل نیست. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که احتراق ضعیفه و شتاب ماشین کمتره. اما باتری ضعیف، هوای سرد ظرفیت باتری رو پایین میاره. استارت سنگین ECU رو دچار افت ولتاژ میکنه و موتور تنبل میشه. شمع هم روی این موضوع تأثیر داره. شمع‌های کثیف و کهنه میتونن باعث بشن که دیرتر جرقه زده بشه یا ماشین خوب جرقه نزنه و موتور توی فصل سرما کمجونتر از قبل میشه. سنسورهایی مثل سنسور دمای هوا یا اکسیژن هم روی بدکار کردن ماشین تأثیر دارن. در این حالت ماشین درست حس نمیکنه که هوا سرده و ترکیب سوخت رو اشتباه تنظیم میکنه و در نتیجه ماشین بد کار میکنه. مورد آخر هم روغن موتور غلیظ هست. در هوای سرد روغن دیرتر روون میشه و موتور سخت‌تر میچرخه و به همین دلیل ماشین خیلی جون نمیگیره. اما راه‌حل‌های سریع و کاربردی که براتون داریم این هست: 1-2 دقیقه موتور رو گرم کنید و بذارید روغن بچرخه و احتراق به مرحله پایداری برسه. مورد دوم این هست که فیلتر هوا باید تمیز باشه و فیلتر کثیف توی سرما افت توان رو بیشتر میکنه. مورد بعدی باتری هست. شما باید باتری چک کنید و یا اینکه قبل از فصل سرما باتری رو تعویض کنید. شمع و کویل رو هم باید بررسی کنید. اگه شمع خوب باشه احتراق خوبه و شتابگیری هم عالیه. و مورد آخر این هست که بنزین رو از جاهای معتبر بزنید و همیشه یادتون باشه که ماشین رو باید به خوبی ازش محافظت کنید. اگه این ویدیو براتون جالبه این ویدیو رو در اینستاگرام شیر کنید. با تشکر.